سلام عرض کردیم. دومین شب همیاریه و مخلص شما موشکاف روپاش بند نیست. آقا این گلریزان نیست، آتیش ریزانه. شما ریش و عباب و عمامه نذاشتید واسه عظما. بله، همزمان با تو باران شما به دم و دستگاه ولایت، زهرم داره کار خودشو میکنه و سیدعلی رو هی پیچ و تاب میده. شیخ فری اون لامه های اجلاس دابوس رفت ملاقات طرف حسابای اروپاییش تا پیمونه های بعدی زهر رو سفارش بده. آقای روحانی در این دیدار با ابراز امیدواری به آغاز سریعتر مذاکرات جامع میان ایران و 5 به علاوه 1 گفت اگر در مسئله هسته‌ای متن معاهده NPT مبنای کار مذاکره کنندگان باشد، مسائل در اسرع زمان و فاصله کوتاهی قابل حل خواهد بود. همونطور که ملاحظه میکنید این دنب شیخ اکبر خیلی هول تشریف داره. میخواد تا سیدعلی داغه زهر رو خالی کنه تو حلقش و کار رو یکسره کنه. تازه این که چیزی نیست، بعدم رفت تو یورونیوز گفت آقا ما هستیم، میخوایم گام آخر رو هم برداریم. Respecteront les obligations établies par l'accord de Genève tant que l'autre partie les respectera. Nous sommes prêts à entamer les démarches finales concernant notre programme nucléaire. La situation en Iran est telle que nous disposons désormais des bases pour établir... میگه 5 به علاوه 1 تو تحریمو بردار، ما رو از این خفگی نجات بده، ما هم گامو برداریم و قضیه رو یه سره میکنیم. تا اینجاش که اومدید مهرموم کردی، بقیه‌اش هم روش. از اون طرف ظریف هم واسه این که صورتشو با سیلی سرخ نگه داره و بگه زهری که خوردیم خیلی هم آخوند افکن نبوده، به CNN اینطوری گفت. آقای ظریف گفت آنچه ایران قبول کرده توقف غنیسازی بیش از 5% است، اما هیچ سنتریفوژ یا تجهیزاتی را بر نمی‌چیند. Iran has agreed is not to enrich above 5%. We did not agree to dismantle anything. اصل قضیه همون توقف غنیسازی دیگه منگل. سانتریفیوژی که غنیسازی کنه مثلا میخواد اون تو چه غلطی کنه؟ میخواد ترشی لیته درست کنه. اما همزمان با این داستان بعضی از نوچه های خمینی شروع کردن به قرقر که آقا عظما اصلا با توافقنامه مخالفه، اصلا اینو قبول نداره. اینجا بود که سیدعلی هول شد و دایناسور نمره موقتش رو فرستاد به صحنه که ترمزو بکشه. حرکتی که امروز دولت جمهوری اسلامی داره در رابطه با مسئله هسته‌ای و مذاکره با 5 به علاوه 1 و اون مواضعی که وزارت خارجه ما داره، این مواضع یک مواضعی است محکم و همین مواضعی است که ملت ایران و رهبری معظم انقلاب بر همین پایه ایستاده‌اند. به این وضعیت میگن قیقاش. یکی میگه سیدعلی مخالفه، این میگه موافقه، اون یکی میگه تون باش، یکی دیگه میگه باختی. خلاصه این که وضعیت خرطولاقیه. صفای وجود همه همیارای سیمای آزادی و همه هموطنای کار درست خودم که همین وضعیت قراشمیشو واسه سیدعلی خمار و جماعتش ساختن. دمتون گرم، دمتون گرم. اینقدر دیگه ما رو دست ننداز، زندگی افتاده توی دست انداز، آخورت تو بگیری و دستت باز، همه نوچه ها در بدرن جیبای ملت رو میزنن. آخ اگه دیر به جنبی اما متم میبرن. بدو 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 دیر
دیره دومت حالا تو این تنه گیره آره روزگار داره حال تو میگیره دیگه دیره نظامت مثل خره پیره اگه خیلی گاز بدی یه دفعه میمیره بدو دیره دومت حالا تو این تنه گیره آره روزگار داره حال تو میگیره دیگه دیره نظامت مثل خره پیره اگه خیلی گاز بدی غلط میکنن. آروم 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 ای بابا شما ای دوست ما خانوم گوش کن دلت میخواد باشی اولین شخص یه نظامی میخوای بدون نقص بیخیل بابا حالا یه لحظه مکس عمرن هیچ وقت نمیشی تو ریلکس تلس میشه کسد بگی رکس زا میزنم مثل بزاده رکس یه پاتون بالا مثل لک لکو ریتم عوض شد بگیر چکو چکو رفتی زیر ضربات کوبنده میرسونن تو رو مثل یک جنبنده که همه دنیا به تو میخنده اون انتر خالی میبنده میگه تنگه هرمزو میبنده بابا تو میدونی قیمت دلار چنده اخلاقت چه بد اخلاقه آقا مشتبات چقدر غلطاقه تو میخوای چه کار کنی آقا اولاغه هر جای دنیا باشی میان سراغه بیا سید علی جفتک کم بنداز بابا اینقدر دیگه ما رو دست ننداز زندگی افتاده توی دست انداز آب قورتو تو بگیری و دستت باز همه نوچه ها در بدرن جیبای ملتو میزنن آخ اگه دیر به جنبی اما متم میبرن بدو دیره دومت حالا توی این تنه گیره آره روزگار داره حال تو میگیره دیگه دیره نظامت مثل خره پیره اگه خیلی گاز بدی یه دفعه میمیره بدو دیره دومت حالا توی این تنه گیره آره روزگار داره حال تو میگیره دیگه دیره نظامت مثل خره پیره اگه خیلی گاز بدی موشکار